الهی فطرمان را فاطر و روحمان را طاهر بفرما. باز هم عید سعید فطر از صمیم قلب به تمامی هموطنان عزیز تبریک میگم. خدا کنه که روز سوم عیدتان تا بکنون به خوبی و خوشی سپری شده باشه. امروز هم مهماندار هستیم و چه خوب است که شما هم با ما همراه باشین تا از مهمانانی که امروز دعوت کردیم شما هم البته معرفی شوین و بیشتر آشنایی پیدا بکنین. و مهمانانی هم که در این بخش با ما هستن ندیم براتون معرفی میگیرم. فاطمه جان دیگه روز خلاص شد فعلا، از بس که ما شما داخل استودیو بودیم شامگاه شام است. دیگه روز گفتی روز خلاص تا شام شده. روشنی رو می‌بینیم. خب عزیزان بیننده باز هم شما را خوش آمدید میگیم و امید که تا حال از برنامه شامگاه عید خسته نشده باشین. فعلا در برنامه جوانشیر ایدری سینماگر خیلی موفق که همتون میشناسینش و کارایش همچنان خیلی دوست دارین در ست با ما است و همچنان آوازخوان خوب ما داوود جان نگاه با ما هستن که در آغاز ایدری صاحب خوش آمدید میگم. عید شما مبارک. خوش آمدید. شما سلامت باشین صاحب. در حالی که من پیشترم بر شما عید مبارکی دادم اما مردم ندید. باش شاهد مردم باشن باز به شما یک مبارکی دادین ایدری صاحب برای تمام خلق عزیز افغانستان که همین لحظه ما شما رو میبینن. برای همهشان عید مبارکباد میگم. اگر که روز سوم است ما تا 7 روز هم عید داریم. بله و شما همچنان داوود نگاه خوش آمدید میگم شما را و عیدتون مبارک. زنده و سلامت باشین. با عرض سلام خدمت شما دو عزیز استاد محترم کارکنان تلویزیون جهانی میوان و یک سلام خاص به تمام بینندگان تلویزیون میوان که همی اکنون مهمان خانه هایشان هستیم و عید سعید فطر از صمیم قلب برشان تبریک میگم و خدا کنه که یک عید خوب و خوش سپری کرده باشند. زنده و سلامت باشین. سوالی که من میخوایم داشته باشم امروز من میخوایم از مهمانای ما ایدی بگیرم. میره که نمیفهم از کدامشان موفق در همین آغاز دیگه ببینیم که کی ایدی میده فاطمه را. بله خب ایدری صاحب تاوال به چند نفر ایدی دادین؟ البته داوود جان اگر بگویم میگن که ایدی من آهنگ ما هست. شما هم آهنگ ایدی برای ما تقدیم میکنید؟ والا راست شما پرسین که دمی 3 روز عید او قدر فرصتم برای ما میسر نشد جای برون برای عیدی کردن. چون که ما عید اول عزیزترین دوست ما و مردم افغانستان بنیانگذار طنز نوین بود که فوت کردن، آقای جلال نورانی شادروان. در همین 3 روز ما در محافل فقط شعر و ادب و اینا به خاطر اینا بودیم که ما روان همه کسای گذشتن شاد میخوایم و هیچ وقت نمیخوایم که در روز عید زیاد از این حرفا کنیم. منتها مرا عیدی دادن بسیار خوشم میاد واقعا. اینا دیگه طالب فاطمه برکت خیر. ایدری صاحب یک گپ جالب هم است، خصوصا کلانا را خو نمیگم البته طفلا را. اگر یک بزرگسال خانهشان عیدی کردن میاد کسی که نام خدا یک ذره قد و قامت داشته باشه زیادتر توقع می داشته باشن که از عیدی بگیرن. اگر دیگه مثل ما کمک لاغرک و اندام نداشته باشم میگن نگمش که پیسه دار نیست این تیر خودم میارم تو میرم. یعنی اینا حتما پیش خودت شاید زیاد کسا باشه. حرف شما رو من یاد میکنم. یک سی واقعی یک دقیقه میشم میگم براتون. امی شادروان جلال نورانی که مشاور وزیر اطلاعات فرهنگ بود دکتر صبرین، یک روز رفتیم و در وزارت تردیم ما یک جای داخل شدیم پیش وزیر صاحب رفتیم. این موتر ما شده بود از دای وزارت داخله رفتم. گفت وزیر صاحب من نمیفهم. گفت ما در موتر دولتی مشاور وزیر هستم نکته زدگی از دای وزارت داخله که میایم کلی این میکمون از دای شارناک برسه ایران. بازم ایدری که موتر کرولای غرازی خود که میاید افسر سرباز کلی سلامی میزن سب میگم وزیر صاحب برش گفت که برو مسایدری برو خود چاق بساز تو که سلام بده اندام جور. من گفتم که والا صاحب من برای از خداوند یک التجا میکنم که این ما نورانی صاحب در یک دیگ پرسه دوباره خمیر بسازه فقط 2 تا آدم جور کنه. این نالا خاطر جالب ببخشید روز عید بود. بله خب داوود جان نگاه شما چگونه عیدتان سپری شد تا به حال که 3 روز از عید سپری شده؟ والا عید بسیار خوب بود.
خدا کنه که برای دوستان و وطنای ما میگید خوش گذشته باشه. بله. دیگه بی از شما نباشه. دیگه دوستا بودن، رسانه ها بودن، دم رسانه ها یا بودیم. بسیار اگه ایده بسیار خوبه، خوش گذشت. خوب از داوود جان عزیز، به خاطر که دوستام خسته نشن، آهنگ را که بر ما توفی ایدی آوردی دیگه آهنگت اجرا کو و بعد از آهنگ با صحبت می داشته باشیم که آهنگت چه وقت آماده ساختی. بعد از اجرای آهنگ باز ما تصمیم میگیریم که آهنگت خوبش بود، لذت بردیم یا نه. درست است؟ بله. اما قبل از اون ندیم من میخوام یک سوال داشته باشیم که در این عید آیا کدام آهنگ جدید داشتی؟ بله، غیر از این پارچه آهنگم یک پارچه آهنگ قرصک هم داشتم که دوستا شنیدن از طریق رسانه ها و یک پارچه دیگه هم است که ان شاء الله بعد از این باز بخیر ریلیز میشه. بله، یعنی چند آهنگ دارین در مجموع؟ در کلا 4 پارچه آهنگ است که یک پارچهش نات است که دوستا از طریق رسانه ها در ماه مبارک رمضان شنیدن و دیدن. بله. و 3 پارچه آهنگ ریتمیک است که یکیش قرصک است، یکیش قطع غنی است که به برنامه شما آوردیم توفه و بعد از این بخیر یک آهنگ هفته برشت مغولی مست است. زنده و سلامت. خب بیشتر در کدام آهنگا خودتان راحت هستید؟ والا ما خب شخصا سبک آرام خوش دارم، اما چون تقاضای دوستایی هست دیگه در محفل عروسی های ایناشون اشتراک میکنم، سبک غربی را پیش میبرم، آهنگای مسته. بله. خب این آهنگ جدیدتان نامش چی است؟ آهنگ قطع غنیم است به نام میده میده. زیادتر آهنگایتان آرام است دیگه؟ والا یک پارچه آرام است فعلا. خوش داری که آرام بخونی؟ خودم شخصا خودم بله. عاشقی گپا را داره خیرت داوود جان. آرام میساز آدم مست آرام میساز. نه چی میگن روزنامه خدا بسیار جوان هستی داوود جان. دل نپر تو خیره که بزرگ پیر میشی. خوب است آهنگ زیبا را میشنویم از خودت و بعد از آهنگ با صحبت ها را ادامه با اجازه شما و با اجازه بفرمایید. مایده مایده بناز بناز بیا تو روی میدان، زلفکای پریشان خرام خرام قدم قدم به ما تو روی چشمان، بیا کبک خرامان. به نازم چشمایته نازو کرشمایته، به نازم چشمایته نازو کرشمایته، گوشتی با نازو نخره بس کن نداهایته، گوشتی با نازو نخره بس کن نداهایته. میده میده بناز بناز بیا تو روی میدان، زلفکای پریشان خرام خرام قدم قدم به ما تو روی چشمان، بیا کبک خرامان. مایده مایده بناز بناز بیا تو روی میدان، زلفکای پریشان خرام خرام قدم قدم به ما تو روی چشمان، بیا کبک خرام.
مایده مایده بناز بناز بیا تو روی میدان زلفکای پریشان خرام خرام قدم قدم به ما تو روی چشمان بیا کپک خرامان بله آهنگ بسیار زیبا. تشکر از اجرایتان. زنده و سلامت باشین. استاد حیدری شما اگر نظر بتینی که آهنگ از دید شما چگونه بود؟ والا من خوشم اومد یک جایی که یک عالی موسیقی نواخته شد که در بین یک قطع غنی مرایده بود. استاد گل خواستم که یک کمک چون آهنگای قطع غنی زیاد است یک چیز نواری باشه. دوست عزیزم عثمان جان عثمانی لطف کردن یک چیز بخی نوار در موزیک کار بودم و بسیار زیبا. و دیگه چیز خوبی که داشت که ما از راز سینما میگیم که میمیک خود از جایی دید. میمیک چهرهشان چی میکرد؟ جست حرکاتش موزیک نوازش میداد. اصلا نداشتن. زنده و سلامت خلاصه دیگه از 100 چند دادی حیدری صاحب؟ والا من خود زیاد نمره زیاد نمیتونم 10 میتونم آهنگ زیبا بود. اصلا نه از 10 بان شما لطفا آهنگه که مست یاد بود شالجان بخیر. بله و استاد حیدری اگر شما بگوین که در گذشته ایدها را چگونه البته جشن میگرفتن چگونه بود و امروزه چگونه است شما چگونه مقایسه میکنین ایدارا؟ من فقط یک چیز برای شما بگویم که با گفته شاعر که میگه اید آن بود که ماه رخش در نظر فتد به روی یار اید محرم برابر است. در سابق که بود چون فضا امنیت داشت امنیت بود آرامش بود مردم یک توتنان یک کچالو یک این آن که پیدا میکرد میخوردن روحن آرام بودن بله و همیشه برشان اید بود مخصوصا با روزهای اید. همین غریبترین فقیرترین مردم میدین یک در 20 تخم جوش میداد تفلک‌ها میامد یک دون تخم برش بده این بده همون رسم رواج های سایسته تو چی شده از بین رفته واقعیت همگی در فکر از این سطح کودک‌ها رو بینید که فکر کنید شما که مرا 97 ساله ما از خارج تلفن میکنن میگه بابا جان در وقت آزادی ماموری نبرایی پالی موتر پلیس نری ببینید چقدر ذهن از طفلک در تلویزیون ها میبینه که هر لحظه چی حادثه است. اما امیدوار هستم که اید ما پس دوباره همونطور اید شوه ایدای ما شما جوانای ما زنده باشن هنرنمایی بکنن شما زنده باشین آزادی بیان حفظ بکنین تا آخر حفظ بکنین که از پیش ما شما این نعمت کس نگیره و آرزوی یک وطن بسیار آباد دارم انشالله که آرزوی همه افغان ها حیدری صاحب که در هر نقطه از افغانستان که زندگی میکنن افغان های عزیز ما به شمول خود ما و شما که وطن ما در یک فضای صلح و آرامی و امنیت باشه تا ای که بتونیم یک عید خوب و خوش تجلیل کنیم. انشالله هر روز که امنیت ما خوب باشه میتونیم که خوش و خندان باشیم اقتصاد ما خوب باشه به گفته شما وابسته میشه واقعا هر روز میتونیم مثل عید تجلیل کنیم خوش باشیم. و خوب است که یک خاطره جالب از داود جان نگاه داشته باشیم که داود نگاه دیگر روزهای عید گذشته را چه قسم سپری کرده از کارهای موسیقی خود از هر چیزی که خاطره جالب داری یک چرت تا بزن ندیم جان ترگه خاطره جالب تا بگو. هنرمندا خب پر از خاطره هستن خاطرهای جالب و خاطرهای غمگین و زیاد داریم. نه غمگینش نگذارید غمگینش نگیریان کنیم به خاطر خاطره غمگین خاطره جالب خدا برتر قصه کنم که دوستا خنده کنن شما هم لذت ببرید. ندیم جان در یکی از محفل عروسی دوستا دعوت شدم در یک برنامهشون برنامه را میخواستیم شروع کنیم پیش از اینکه شروع کنیم تمام وسایل موسیقی را می روند کار ماست که اول یک چک میکنیم بعد از اون که دوستا تشریف میارن باز موسیقی را شروع میکنیم. در حین ست کردن آلات موسیقی بودیم چون وقت بود
در سالن فکر کنم در حدود یک 5-6 نفر از بزرگا شیشته بودن که اصلا تشریف نداشت، جوانا بیا. خب دوستایم تمامشون کسی یک آله موسیقی رسد کردن و ما خواستم آوازم رسد کنم. از امی دور یک بزرگسال خیستن، یک چپن در جانشان، یک قراقلی پوشیده بودن دیگه. از امی دور آمدن طرف استیج موسیقی. اینا که آمدن من فکر کردم که حتما کدام فرمایش دارن، میگن از کدام استادن، کدام پارچه آهنگش بخوانیم، یا فرض مثال بعض دوستاست که در محفل عروسی یا بسیار آلات موسیقی را، وسایل موسیقی را بلند میمونن که مردم اذیت میشه. گفتم شاید از مرا بگوین که یک ذره بلند نباشه یا دیگر نباشه. ما در فکر از این بودن. آمدن اینا پیش آمدن، من احترام تقدیم کردم براشون. گفتم بفرمایین چی میگین؟ گفت خودت آقا جان تنها نمیگم. همین 3-4 نفر دیگه که دمی خودت که دمی گروپ است، امیارم بگید دقیقاً شما متوجه باشین طرف ما چی میگم. یارم متوجه ساختم، گفتم ببینید که چی میگن. گفت شما را چیز نمیگم، خدا شاروال خیر نده شما رو مونده که در سر استیج موسیقی راهنمایی کنین. بسیار برام جالب بود به خاطر از اینکه ما موسیقی را در حالت نبودیم که فرض مثال موسیقی دولت موسیقی بوده باشیم یا دیگه باشیم. بسیار همی گپش برای ما رقم جالب بود. جالب بود مگم جالب گپی است از خاطره خودت که گپ از او جالب بوده که شاروال به این گپ ما دیگه ایران به این ماندم که یاره گپ به شاروال چی؟ اصلا در سالن شاروالی بودن. زنده باشین. خاطره جالب و از حیدری صاحب خوب است یک دیالوگ کوتاه اگر مشکل نباشه داشته باشیم دیگه اگر امکانش باشه. به هر شکل وقت خاطره میگید به یک دیالوگ دیگه چی نمیشه، اون مقوله میشه. خاطره که میگیم من میگم برای شما ازدواج کردم مثلا به طور مثال من 21 ساله بودم، ازدواج کردم. 5 روز بعد از دفتر ما با امریکایی کار میکنم، با سینتیم امریکایی تلفن آمد که یک مجلس هست و حتما باید باشه. من میخواستم 7 روز نرم که بعد من موترم چالان نشد. بعد آمدم وقت من موترهای مینی بوس بود، بالا شدم در وزارت پلان بدیم که این بالا شدم دریشی سرمه‌ای بسیار مقبول عروسی نکته‌ای سرخ یپا در جانم که بالا شدم که یک جوالی دیگه آرد خود پایین کرده بود، همین از سر تا پایم سفید کرد. همین سفید کرد دیگه اونجا که امریکا هم میره میشیم دیگه الله ایران مانده. گفتم کاکا تو دیدی چی که ایت منه وی گفت ولی بی نماز خونید خوارد دیگه. واقعا خاطره جالب. خب سپاسگزار از شما حیدری صاحب بزرگوار و داود جان نگاه که لطف کردین، محبت کردین، تشریف آوردین و برنامه ما را زیباتر ساختین. اگر در اخیر هم کدام پیام داشته باشین حیدری صاحب، داود جان خودتون از شما میشنویم. من فکر میکنم کسایی که ما را در روزای ندیده بودن بهترین موقع است که در روز آخر عید، در روز سوم، در این لحظاتی که با شما میریم به خداحافظی میکنیم دیگه از عید. ما برای همه عزیزان، برای همه دوستا، برای همه هنرمندای عزیز وطن، برای همه قوای مسلح کشور، برای همه افغانستانی هایی که همین لحظه میبینن ما را، برای همهشون عید تبریک میگیم. آرزومند هستم که عیدهای آینده را با شکل دیگه، با شکل جشنی‌تر دیگه بخیر بگذاریم ان شاء الله. تشکر استاد. و شما داود جان نگاه زنده و سلامت باشین. جا داره از شما تشکری کنم از تلویزیون زیبایتان، کوچک نوازی کردین، در برنامه زیبایتان ما را دعوت کردین و از خداوند متعال یک صلح سراسری برای تمام به افغانستان و به تمام هموطنان خود آرزو دارم. خدا کنه که دقایقی که با ما بودین یک برنامه خوب و خوش گذشته باشه با شما و به بینندگان. زنده و سلامت باشین. تشکر از هر دویتان از این تشریف آوردین. تشکر. و تشکر از شمایی که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان هستین. برنامه شامگاه عید هست و خدا کنه که روز سوم عیدتان تا حالا به خوبی سپری شده باشه. البته شام عید هست و فردا هم روز چهارم عید هست و مطمئنا که ندیم همگی میرن به طرف مصروفیت و کاروبار خود. 3 روز عید بود که سپری شد. شروع میشه. بله رسمیات و کاروبارتان شروع میشه و حالا هم میریم طرف وقفه و دوباره برمیگردیم. مهمانای دیگه هم همچنان با ما هستن و میباشن. چه خوب است که شما هم با ما همراه باشید.